اینما تکونو، در کجایی که باشی، شب باشی روز باشی، یدرککم الموت، شما را درک میکند موت. ولو کنتم فی بروج مشیده، اگر چنده که درونی استونی خواب بلند ساخته بجا هم شوی، از تصرف قدرت خدا اونجا بیرون نیست. اشارت به سوی همین است که مردم میبینیم که جوان مرگ همگی 52 ساله امروز رخت سفر آخرت دارند. یعنی که حالا برای 70 و 80 رسیدن خیلی وقت بوده است. بنابراین رسول الله نصیحت کرده بود، امتش گفته بود استعید للموت قبل نزول الموت، آماده شو برای مرگ پیش از آمدن مرگ. آماده شدن به چی است؟ به یاد کردن مرگ است. مرگ بسیار در یادت بیاری، شاید در یک از کنه نمی کنی. یاد بسیار به یادت بیاری، شاید بعضا حالت نمازات میخواندگی باشی. اگر مرگ در یادت بیاری، شاید حرام کرده های خدا را نخوری. اگر که یه مرگ به یادت بیارد، شاید که عرق و بنگ استفاده نبری. اگر مرگ و پیش خدا رفتن در یادت بیاید، از ته دل الله گفته آب دیدت میبراید. بنابراین رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود اذکروا ذکر هادم اللذات، شما ذکر کنید آن چیزی که برباد میدهد لذات و خواب معیشت زندگی را. اصحاب کرام فرمودند که یا رسول الله، آن چیزی که برباد میدهد زندگی را، معیشت و حیات را، او چیست؟ رسول الله تکرار به تکرار گفتند که الموت الموت الموت. ای مردم، مرگ است، این مرگ است، مرگ است که بچه اکا را یتیم میماند و میرود. حالا برای این بچه اکا نصیحتگر لازم بود، حالا برای بچه اکا استاد لازم بود، برای اینها را در مکتب های عالی تعلیم دادند، برای اینها سرپرست لازم بود، برای اینها خواب تعلیم دهنده لازم بود. اما نیمکاله بچه ها یتیم میماند. این چی است؟ این مرگ است. زن بیوه میماند، از چی است؟ از مرگ است. خانه همش میماند، از روی چیست؟ از روی مرگ است. بنابراین سوال کن که برای مردن چه آماده دیدی؟ چقدر فرزنده را تعلیم دادی؟ چقدر سجده الهی کردی؟ چقدر الله گفتی؟ چه خدمت برای خلق الله کردی؟ چه خدمت برای جمعیت کردی؟ کجا را آباد کردی؟ در مسلمانی چقدر محنت کردی؟ یک گاه خودت سوال بده. بنابراین به دنیا دل مبندد هر کی مرد است، که دنیا سر به سر اندوه و درد است. به گورستان نظر کن تا ببینی که دنیا با حریفانش چی کرده است. یک بار ببین، در زیر توده های خواب پدرای ما هستند، در زیر توده های خواب بابا و گذشتگان، پیران و استادان، پیشوایان و همه خوبان و پلداران و همه در زیر خاک هست. بنابراین از مرگ باید عبرت بگیریم. از روز دوشنبه تا این دم هر روز جای جنازه است. از شنیدن چنین جنازه معنیش که فلان که فوتید، بفهم ای مسلمان تو هم می فوتی. حضرت داود علیه السلام با حضرت عزرائیل که با حضرت عزرائیل گاگا به نزدشان می آمد، چون بسیار ذکری خوب که داشتند، بنابراین ملائک به نزد حضرت داود علیه السلام می آمدند. خاصتا حضرت عزرائیل بعد از آن گفت که اکو ما و تو برادر شدیم، جوره شدیم، از تو خواهش و التجا همین که یک چند وقت پیش از مرگ بیا من خبر کن که بسیار آماده باشم و پاک باشم، در حالت سری سجده الهی باشم، همه حالت جان من را قبض بکن.
خواب فرصت رسید و مهرتی که در بطن مادر معین کرده، خواب حضرت عزرائیل به سراغ حضرت داوود جورش آمد. گفت که سلام علیک کرد حضرت داوود. گفت بیا حضرت خواب ملک الموت. گفت آیا مهمانی آمدی زیارت و یا برای قبض ارواح؟ گفت که برای قبض روح تو آمدم. گفت که آیا شرط نامه این نبود که مصلحت ما همه بود که تو باید لحظه پیشتر آمده من آگاه میکردی و من آماده مرگ و مردن میشدم، تو من نو خبر داده ایستاده ای. گفت که یا داوود پیغمبر، آیا نفهمیدی آتت داشتی آتت کنی؟ آچه داشتی آچت کو؟ خواه فلانی همسایه از جنب راست بود کجا شد؟ همسایه دست چپت کجا شد؟ فرزند فلانی کجا شد؟ فلان آدم در هر عمر مرد کجا شد؟ موت سیاه بود سفید شد. همه خبرچی های من همه بود. مرگ برادر خبر کردن تو بود که همه برادرم به هزاران امید ایشان دامنا میگوید به سر شالش رزق حلال کسب کنم و این بچه کار خواب بخورونم. گفته برآمده بود، نرفته بود که حضرت عزرائیل قبض راه من کند. برای آبادی روزگارش حرکت کرده بود، برای آبادی خاندانش ناموس کرده بود. اما نمیبینی که ناگاه بود که از این جهانت ببرن، ناگاه بود که از این جهانت ببرن، از حلقه جمعی دوستانت ببرن. غافل منشین زمانت ببرن، گر تو نروی کشانت ببرن. نمیخواهی حالا میبرن. از حلقه خاندان برآمدن نمیخواهی اما میبرن. بنابراین برای رفتن ای مسلمان آبانه به طاعت و عبادت و به تلاوت و به ذکر و با عملهای خیرمان داشته باشیم.